درود بینندگان عزیز، سوالات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پای میگیریم. امروز 18 نوامبر است و توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. مهاجری تاجیک را که 2 روز پیش با درخواست قرغیزستان در مسکو بازداشت شده بود، با تقاضای تاجیکستان رها کردند. امریکا دیگر باره حکومت تاجیکستان را به محدود نمودن آزادی‌های دینی تنقید کرد. کمیته دین چنین بهاگذاری را یکجانبه مینامد. چنین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق آزادی‌های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند. و رادیو آزادی ورزشکاران تاجیک را که در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان با پیروزی برگشتند، سر میز مدور جمع آورد. مقامات انتظامی روسیه یک شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرغیزستان دستگیر شد آزاد کردند. کاملجان یولدوشف ساکن شهر اصفاره روز 16 نوامبر در فرودگاه دمدیدوی مسکو بازداشت شد. با او گفتند که از طرف مقامات قرغیزستان جستجو می شود و درخواست دستگیر و استرداد کردن او را دارند. کاملجان یولدوشف در صحبت کوتاهی با رادیو آزادی گفت که امروز از بازداشتگاه بیرون آمده است. یولدوشف ساکن دهه سرخ اصفاره هم مرز با قرغیزستان می باشد. خویشاوندانش میگویند که مقامات قرغیزستان یولدوشف را به شرکت در مناقشه‌های خونین در مرز در ماه اپریل امسال متهم میکنند که به قول آنها ادعای بی‌اساس است. امریکا تاجیکستان را در قطار 10 کشور مورد نگرانی خاص جای داده است که در آن پایمال کنندگان دغل آزادی‌های دینی ثبت می شود. امسال به این گروه روسیه هم شامل شده است. تهیه این فهرست و گزارش اوید به آزادی‌های دینی بر پایه تحقیق و مشورت‌های کمیسیون امریکا اوید به آزادی‌های بین‌المللی دینی صورت می‌گیرد که یک نهاد بی‌طرف است و آن را کنگره تأسیس داده است و این گزارش زمینه است برای جاری نمودن تحریم‌های آمریکایی نسبت این کشورها. و حالا از همکارم خیرامان بقازاده که با ما در استودیو است میپرسم که امسال در خلاصه های مقامات آمریکایی چی گفته شده است؟ بعد سال 2016 امسال باری پنجم است که دپارتمنت دولتی آمریکا تاجیکستان را به گروه کشورهای مورد نگرانی خاص جای می‌دهد. در شرح این تصمیم در گزارش امساله گفته شده است که حکومت تاجیکستان در سال 2020 از نظر آزادی‌های دینی پیشرفتی کمی نشان داد. مؤلفان میگویند حکومت پرزیدنت امام علی رحمان سیاست خودکامه خود را تقویت داده همه گونه فعالیت‌های آشکارای دینی را سرکوب می‌کند. در گزارش آمده است که مسلمانان سلفی که از سال 2009 این جریان رسما منع شده است مورد تعقیب هستند و این اصطلاح به قول مؤلفان گزارش به طور وسیع و بی‌بندوبار به کار می رود. مؤلفان به این چیز اهمیت دادند که ماه ینوری سال 2020 حکومت سرکوب بیشتری افراطگرایی را در قانون‌ها تقویت داده، مجازات را برای تأسیس سازمان‌های دینی وابسته به گروه‌های خارجی سخت‌تر کرد. در گزارش گفته می شود در یک تصمیم غیر منتظره حکومت مجازات برای بدبینی دینی را از 5 سال زندان تا جریمه بندی یا 10 روز حبس تبدیل کرد. ولی میگویند مؤلفان با این وجود زندان‌های تاجیکستان خیلی پر هستند و یک مکان اساسی افراطی شوی گردیدند. خیرامان آیا در گزارش حرفی درباره تعقیب خبرنگاران هم هست یا نه؟ تو جوی میدونم چنین مثال‌ها کم نیستند. بله، شهلا گزارش اینچنین به تعقیب ژورنالیستان توجه کرده نوشته است که ماه مارت مقامات رسما وبسایت اخباری واقع در پراگ را که از جانب سابق کارمند رادیوی آزادی تأسیس شده پایگاه اطلاع منصفانه بوده است با اتهام اینکه گویا یک منبر برای تروریستان و افراطگرایان می باشد دست نارس نمود. ماه اپریل دادگاه ژورنالیست مستقل دلیر شریفوف را برای برانگیختن عداوت دینی به 1 سال زندان محکوم نمود. گزارش آزادی‌های دینی اینچنین به حمله به نمایندگان گروه‌های دیگری دینی در تاجیکستان اشاره کرده میگوید یک مرد شیعه ماه ینور با اتهام تبلیغ مذهبش حبس و شکنجه شد و 2 عضو سازمانی از سال 2008 ممنوع شاهدان یهوه از جمله یک مرد 70 ساله برای اعتقادشان به 5 سال زندان محکوم شدند. خیرامان آیا مقامات تاجیکستان درباره این گزارش و ارزیابی‌های وضع آزادی‌های دینی در کشور چه نظر دارند؟ مقامات تاجیک به این گزارش و نظری مقامات آمریکایی راضی نیستند. روز 18 نوامبر افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان گفت چنین شیوه بهاگذاری به گفتش هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق و آزادی‌های دینی نبوده است. چنین شیوه بهاگذاری هرگز بیانگر واقعیت تامین حقوق و آزادی‌های دینی برای شهروندان تاجیکستان نبودند.
و چنین شکل گزارش ها و چنین شکل بهاگذاری ها تا جای یک جانبه هم هستند. به همین خاطر حالا کمیته دین تنظیم عنعنه جشن مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رسما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به امور دین احمد شهید را به تاجیکستان دعوت کرده است تا در یک جایگی وضع واقعی آزادی‌های دینی و مذهبی در تاجیکستان منصفانه ارزیابی کرده شود. و گزارش شاید با آزادی‌های دینی به حکومت امریکا اینچنین برخی مشورت‌ها داده است و یکیش میگوید واشنگتن در ادامه همکاری‌هایش با دوشنبه در دایره منفعت‌های ملی باید ارائه کمک‌ها به این کشور را بر اساس شرط‌های معین برآورد و یا نسبت مقامداران مشخصی مسئول ویران کردن آزادی‌های دینی تحریم‌های هدفمندانه جاری کند تا که حکومت از پی اصلاحی وضع شود. تشکر. بینندگان عزیز، همکارم خیرمان بخوازاده بود با خلاصه‌های گزارشی نوی امریکا اوید به آزادی‌های دینی. شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. کارمندان اداره کمونالی در ناحیه خوالینگ ولایت ختلان که اخیراً یک ماشین پرتوکشی تحفه گرفتند میگویند اکنون تمیز کردن این منطقه برایشان آسان‌تر شده است. به قول مصاحبان محمود جان رحمتزاده تا حال نبودن تراکتور برای کشانیدن پرتوها مشکل ایجاد میکرد. این تراکتور برنامه رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با مبلغ‌گذاری سفارت فدراسیای روسیه به اداره کمونالی ناحیه خовалинг تحفه کردند. تا این وقت اداره کمونالی خовалинг با یک تراکتور کهنه و فرسوده به پرتوکشی مشغول بود. حالا تکنیکای نو کار کارمندان اداره کمونالی را آسان کرده است. این تراکتور برای کشاندن پرتوها از اهالی و شهرک ناحیه استفاده برده می شود. جمع شدن پرتوها در خовалинг یکی از مشکلات ساکنان و مقامات بود. مقامات در خовалинг اعتراف می‌کردند که این مشکل در ناحیه تا به حال حل نشده باقی میماند. کارخانه کمونالی ناحیه این زیرتابه جمهوری است. زیرتابه جمهوری است. بنابر همین پورا مبلغ گذاریش از جانب خودی همون خوجگی منزلری کمونالی جمهوری وای می شود و این خود مبلغ گذار است. پرتوها در مرکز ناحیه خовалинг مسئولان اداره کمونالی گفتند که با چنین توانشان ناحیه را تمیز میکنند. با گفته آنها ماشین‌های پرتوکشی که در زمان شوروی آورده شده است دیگر توان خدمت رسانی را نداشتند. حالا با دسترس شدن تراکتور مشکل پرتوکشی و تازه کردن شهرک خовалинг آسان شده است. تحت دم می شود که ما از همین کمبودی برآمده ایم. با کشاندن پرتوها وضع اکولوژی ناحیه را بهتر میکنیم. قرار است با برنامه رشدی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به ناحیه‌های واسع و تیمور ملیک همچنین شهر کلوب نیز تکنیک‌های پرتوکشی تقدیم شود. در دیگر منطقه‌های کشور نیز تکنیک‌های ضروری پرتوکشی نمی‌رسد. ساکنان بیشتری ناحیه‌های منطقه از جمع شدن پرتوها تا رفت بیشتر شکایت می‌کنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه خовалинг. حکومت ناحیه عینی در پاسخ به ادعای مهاجران که گفته بودند از روسیه برای ساختمان ورزشگاه $40,000 خرج کردند نوشته است درباره مبلغ مهاجران معلومات ندارد. از این پیش یک گروه از مهاجران تاجیک گفته بودند که برای بنیاد ورزشگاه در ناحیه عینی ولایت سوخت از روسیه بیش از $40,000 فرستادند، اما مقامات محلی وظیفه‌های خود را اجرا نکرده ساختمان را ناتمام گذاشتند. بر اساس نقشه ورزشگاه را برای ساکنان چند دهه جماعت فوندریو درست می‌کنند، جایی که در عموم بیش از 15,000 کس زندگی دارد. سهراب رحمتزاده معاون اول رئیس ناحیه عینی میگوید ساختمان این ورزشگاه تنها در دایره مبلغ‌های از بودجه محلی جدا شده عملی کرده شده است و افزود حکومت ناحیه درباره خرج مبلغ مهاجران و حجم مبلغ‌های جمع‌آوری شده خبر ندارد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید.
ورزشکاران توجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که روزهای 10 تا 14 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر توشکند برگزار شد 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنج به دست آورده در حساب عمومی جای سوم را کسب کردند. شورای نرزولای لطیف ورزشکاران پیروز اکمالدین کریمов و خوشقدم خسرارov را همچنان دبیر کلی فدراسیای سامبوی توجیکستان محمود عبداللهیف را سر میز مدور رادیو آزادی جمع نمود. اکمالدین، آیا شما باور داشتید که در توشکند قهرمانی جهان می شوید؟ امسال خیلی کوشش کردم که با این در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیای روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم. خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم. با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. تشکر. واقعا شما و خوشقدم رو پهلوان نامدار مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به وی رسانده است و خوشبختانه این دفعه او همراه شما در توشکند بود. خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومانیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن تا 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود در شهر توشکند قناعتمندید؟ در چمپیونات جهان یعنی با حریفان از دولت قرغیزستان، امریکا و ایتالیا و آخرین نیمه‌نهایی من با ورزشگری روسیایی بود که من در یک مسابقه با برتری نه چندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی یعنی خودم را یعنی نستروی کردم و با در آخری نیمه‌نهایی یعنی آزمایی نمودیم و با حساب 8 بر 0 من اون را مغلوب نمودم. با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دوم باره قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من یعنی صد راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دوم باره طلای جهان سزاوار گردم. محترم عبداللهیف، شما در توشکند بودید. چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در توشکند؟ طلبات ها دیگرگون شده ایستاده چون دیگر نمودها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلوه ها وارد میکنند. اینچنین گوشین سامبو چه خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها یعنی تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بینندگان عزیز، صحبت مذکور با همین زودی ها در صفحه ما در یوتیوب آزادی ویدیو نشر می شود. شما را به تماشای میز مدور دعوت میکنیم. و یک خبر دیگر هم هست. نرخ سوزشواری در نقطه های سوخت فروشی دوشنبه بعد بالاروی منظم تا حد پایین رفته است. آزیا پلوس می نویسد که از آغاز هفته جاری نرخ چکنه بنزین نوی 92 در دوشنبه 2.10%، سوزشواری دیزلی 2.6% و گاز مایع 4% ارزان شده است. به همین ترتیب حالا گاز مایع 7 سومانی و 20 درم، بنزین 11 سومانی و سوزشواری دیزلی 11 سومانی و 20 درم نرخ دارد. قبلا به طور رکوردی بالا رفتن نرخ مواد سوزشواری در تاجیکستان نگرانی ساکنان را به بار آورده بود. مسئولان خدمات ضد مونوپولی گفتند که سوزشواری در جهان گران شده است و تاجیکستان هم استثنا نیست. بینندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای دیگر را میتونید در وبسایت آزادی بخونید. شما را فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.